بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض کنم خدمت تمام دوستان. بنده سجاد هستم از کانال یوتیوب علم طلسمات و تو این جلسه هم خدمت شما عزیزان هستیم من باب این طلسم بسیار ساده و بسیار کاربردی. خب باب طرد جن بنویس در مکان آویزان کن. عزیزان میتونید این رو روی لوح مسی هم بنویسید، میتونید روی کاغذ هم بنویسید. شرایطش هم که شرایط خاصی نیست، فقط و فقط اگه میخواید رو کاغذ بنویسید که با مشک و زعفران و گلاب باشه خیلی بهتره. و رو چیز هم که روی حالا ورقه هم که ورقه مسی ها بنویسید، خب اونم که دیگه میدونید که باید چیکار کنید دیگه. اون دوستان که اهل فن هستن بهتر متوجه مینویسید و آویزون میکنید. خب نزدیکترم ببینید. بله اندازش هم زیاد نیاز نیست بزرگ باشه، اندازه شاید همین برگه هم باشه کفایت میکنه. بله باز اگه سوالی مشکلی مورد بود داخل کامنت ها بپرسید تا بنده پاسخ بدم. خدا نگهدار.